امسال در ناحیه اشت در همه بخش‌های خودجگیداری در میدان 1657 گکتار کشتی تکراری زراعت‌ها به نقشه گرفته شده تا به امروز 44% نقشه کشتی تکراری زراعت‌ها به اجرا رسانده شده است. دوره تاکید کرده شد دهقانان ناحیه مذکور در پرورش زراعت‌ها تجربه بای داشته در یک سال 3-4 مرتبه حاصل می‌گیرند. تا امروز کشاورزان ناحیه کشتی تکراری زراعت‌ها را گذرانده در تامین بازاری داخلی با محصولات سهم نظررس گذاشته ایستاده‌اند. اساساً غله‌دانگی‌ها، لوبیاگی‌ها، زراعت‌های تکنیکی، زراعت‌های روغنده، پولزی، مکه دون و زراعت‌های خوراکی جارو کشت کرده شده است. ما نیت داریم که در 15 روزه اول ماه ایول کشتی تکراری زراعت‌ها را موافق نقشه پیشنهاد شده با صفت به انجام رسانیم. سال جاری کشتی غله‌دانگی‌های تیرماهی برابر از نقشه کم شده باشد هم با صفت اجرا شده حاصلناکی آن زیاده از 45 سنتینر را متناسباً حاصل میانه را تشکیل می‌دهد. اینچنین ما نیت داریم که با جای آنها همه زراعت‌هایی که برای غنی گردانیدن بازار داخل لازمه کشت نموده نشونوان را موافق مقصد برآورده. کشاورزان ناحیه در خصوص استفاده ثمرناک زمین‌های موجوده از جمله زمین‌های نزد اولگی و یاری رسان، مخصوصاً زمین‌های پرزیدنتی، تشکیل گرمخانه‌ها و بلند برداشتن مدنیت استفاده زمینداری را تقویت بخشیده در این سمت تمام چاره‌های ضروری را راه‌اندازی می‌نمایند. در کشتی تکراری محصولات‌های سبزیجاتی پالزی، زراعت‌های تکنیکی خوراک چاروا کشت نموده در تامین بازار استعمالی سهم باسزا می‌گذارند. کشاورزان ناحیه سال روان در استحصال محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری را اندیشیده برای رویاندن حاصل فراوان تمام امکانات‌ها را به کار می‌برند. باید گفت که در همه سمت‌های خودجگیداری کشتی تکراری زراعت‌ها به طور لازمی راه‌اندازی گردیده کشاورزان بهره به دست آوردن حاصل فراوان از تمام امکانات‌ها استفاده می‌برند. جهتی عملی ساختن و تامین سبد استعمالی ساکنان هر یک پارچه زمینی در اختیار داشته خیش را پرثمر استفاده برده همه ساله تا 2-3 حاصل به دست آوردن را دورنمای فعالیت خود قرار داده‌اند.